سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید. امروز بعد یه ماه فکر کنید وسط مرداد ماه که هوا باید خیلی گرم و آفتابی باشه، مثلا ما ایرانیان به این هوا عادت نداریم. ما یک ماه کامل بارندگی داشتیم، یعنی فکر کنید که دما به زور مثلا بیشینش 20 درجه میشد. تازه امروز از صبح آفتابی شده. منم گفتم فرصت از دست ندم، باشم برم بیرون. بعد یه ماه که تو باشگاه فقط میتونستم هوازی بزنم، یه هوازی خوب بیرون انجام بدم. حالا شهر ما دریاچه داره که حالا نسبتا بزرگه، دورش هم یه پیست دو میدانی که نه، حالا یه پیست خاکی طوری داره که حالا جوونا و مسنا میان هم دوچرخه سواری، پیاده روی، دویدن. منم گفتم تا اونجا با دوچرخه برم، از اونجا حالا یه 20 دقیقه نیم ساعتی دوی انجام بدم. گفتم که شما هم همراهم باشید. خب ما اینجا مجبور شدیم دوچرخه رو بذاریم تو انباری خودمون. حالا اینجا اسمش آلمان و امنیت داره، ولی یه تو اتاق دوچرخه هامون انقدر که یه نفری پیدا شده اومده زین دوچرخه ها رو میدوزه. حالا زین دوچرخه قطعه‌های کوچیک، ترمز یا هرچی، اینا رو برمی‌داره بعد میبنده دوچرخه خودش. حالا پیداشم کردن و ایمیل هم به هممون دادن که آقا هر کی هستی فلان و ما دیدیم زین رو دوچرخه و اینا، این کارو نکن، مثلا پیگیری میکنی. یه از اون موقع منم مجبور شدم دوچرخه رو بردم گذاشتم توی انباری شخصی، یعنی توی زیر زمین در واقع. هر سری میخوام برم بیام باید بیام اینجا قفل کنم، بستمش به چوبای اینجا، تازه درش هم قفل داره. از اینجا بردارم پلا ببرم بالا، بعد برم بیرون. تازه هزار مشقت. خب ما راه افتادیم بریم به سمت دریاچه. فکر کنم یه هلوش، حالا خوبیش اینه سرپایینیه تا اونجا، برگشتش به درم در میاد ولی رفتش اوکیه. به پدرم هم در نمیاد، ولی خب بخوام به دو هم دیگه برگردم پاها خسته است، آدم اذیت میشه. فکر میکنم که آره یه 20 دقیقه تا نیم ساعتی راه باشه، 20 دقیقه فکر کنم. بعد رکاب بزنم که حالا خودش یه جور هوازیه دیگه. امیدوارم که صدای باد اذیت نکنه، صدامو خوب بشنوید. تا اینجا من تقریبا یه 10 دقیقه یه رو بی رکاب زدم. فکر کنم ولوشه 5 دقیقه دیگه اینا برسم به دریاچه. حالا خدا رو شکر سرپایینی بودمش، ولی برگشتنه که واویلا میشه. میبرم فکر میکنم زمین چمن طبیعی فوتبال، فکر کنم تو فیلم معلوم نیست. من تقریبا بعد 20 دقیقه رکاب زدن الان رسیدم. حالا اون راهی که بهتون میگفتم دورش میدوئن و اینا، همین راه هست که دارید میبینید دور تا دورش میزنه تا میره اون تهش. حالا این قسمت تقریبا آخر دریاچه است دیگه، این کوچیک‌تر شده. این دسته پل حالا فکر کنم اینجا معلوم نیست، اون همیشه به اصلیش یعنی ورودیش به قایق و اینجور چیزا هم داره. حالا برم پایین به ادعا هم شروع کنم دویدن، بیشتر نشونتون میدم.
بچه‌ها اینم اون سمت دریاچه است که از بالا بهتون نشون دادم. دیگه حالا کافی شاپ و رستوران و اینجور چیزاست. کرایه قایقاش هم فکر کنم اونجا. زوم کنم ببینم معلوم هست چیزی. آره کلا یه قسمت. خب من خودم برم دوچرخه میتونم یه جا پیدا کنم ببندم بهش، حداقل همین ذره بدوام. حالا سعی میکنم که از دویدن هم بتونم فیلم زیاد بگیرم، ولی خب اینه دیگه، این آلمانیا کلا رو دوربین حساسم. ببینم چه جوری میشه، چون اینجا هم شلوغه خیلی میام میدوام. خب منم دوچرخه رو بالاخره یه جا گذاشتم، برم دویدنمو شروع کنم. افتادم تو چشم میزنه مستقیم. فکر کنم یه 20 دقیقه نیم ساعتی بدوام دیگه کلا. حالا میکروفونم در آوردم تا دویدن اذیت نکنه. نمیدونم صدام داره خوب ضبط میشه یا نه. یه 20 دقیقه نیم ساعتی میدوام، یه 20 دقیقه رکاب زدم تا اینجا. حالا 20 دقیقه هم سربالای سنگین دارم برگشتنی دیگه. حالا اون دوتا هم حوازی حساب کنی فکر کنم یه اولوش یه ساعت حوازی خوبی زده باشم. من این 20 دقیقه انجام بدم. نمیدونم بدونم یه دور دریاچه رو بزنم یا نه، خیلی طولش زیاده. ولی خب سعی میکنم تا نیم ساعت بتونم بزنمش. دریاچه و دور و برش واقعا یکی از قشنگ‌ترین جاهاییه که من میگم تو عمرم دیدم. اینقدر همه جا چمن و سرسبزی و درخت و اینا. من میاد میدوه اصلا متوجه نمیشه چقدر دویده. خب شما تا اینجا فکر کنم تقریبا یه 5-6 کیلومتری رو دویدم. این در واقع من اون سمت دریاچه اینجاها بودم. حالا هولوش اینجاها رفتم اون بالای دریاچه اون عقب که بهتون نشون دادم قایق و اینا بود. رفتم اون سر یه دور زدم، در واقع اومدم در اون دسته همین جایی که اونور بودم. تا الان فکر میکنم یه چیز بوده 5-6 کیلومتر دویده باشم. حالا برم اون سمتش دور بزنم، فکر کنم برگردم سر جبل الان یه 6-7 کیلومتری در بیاد. برم ببینم چه جوری میشه. چون اون پول دیگه پول آخر دریاچه زدن، بعدش بازم دریاچه نسبانی شبیه رودخونه میشه دیگه، نمیشه رفت راهی نداره. یا اون پولو به چرخم برگردم جای اولم دیگه تموم شد. اینجا رو ببینید چقدر خوشگل. یه تایچه زرامو کش کردم برای اینجا، مثلا حیف نگیرم. اینه جنگله حالا شمال خودمون میمونه دیگه. کلا آلمان همش جنگله دیگه، بین شهر و جنگله تا اینکه
اینجا تراکم شهرنشینی رفته بالا، خونه شده. من اومدم روی پل آخریه، نمیدونم تم عروسی جشن چیه، کله ایرانی میکشن دیگه. حالا به خاطر فیلم گرفتم خیلی وایستم، حالت عادی نبودم با این صدام، ولی خب چه دیگه تهشه. یعنی این پلی که میبینین اون پلیه که اول اومدم با دوچرخه گفتم رسیدم. بعد این پل مستقیم بریم میرسه اون اولش که قایق و کافی شاپ و اینا داشت کلا. دیگه من فکر کنم یه 500 متر تا 700 متر دیگه برم برسم به جای اولم تمومش کنم. خب من بالاخره تموم شد، رسیدم به جایی که دوچرخه رو بسته بودم دیگه. یه آب و پروتئین و یه سری هم مغزیجات و اینا خوردم. مغزیجات چیزی که مپ انداخته تقریبا یه 7 کیلومتر بوده، پیسش هم 4.5، یه 31 دقیقه شد. ولی 5 دقیقه استراحت کنم دوباره شروع کنم، یعنی جمع کنم دوچرخه رو بندازم برم تا خونه. فکرم 20 دقیقه نیم ساعت هم اونجا سربالایی باید برم، ببینم اون که میرسم خونه. بالاخره من نزدیک خونه شدم. آقا دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو نگاه کرد. دیگه بعد قاچ خوردن های فراوان من رسیدم. فکر کنم یه هولوش 25 دقیقه 30 دقیقه شد دیگه. حالا با سربالاییش حساب کنم سختیش. آره تموم شد این هوازی. که هوازی رو جدی بگیریم کلا. بدنسازی و همه اینا به کنار، هوازی برای سلامت قلب و عروق واقعا لازمه. جلوی سکته های قلبی رو خیلی میتونه بگیره. بازم ممنون. اگه که حالا دوست داشتین لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. ویدیوهای بعدی تو راهه. فعلا خداحافظ تا ویدیوهای بعدی.